سلام خدمت شما دوستان عزیز. اومدم یک ایردراپ با اعتبار رو بهتون معرفی کنم. ایردراپ CAX که یک صرافی بزرگ هم داره و باید بگم که این پروژه از نات کوین هم معتبرتره. تو 3 روز 3 میلیون کاربر فعال به دست آورده و الانی که من دارم این ویدیو رو واسه شما ضبط میکنم فقط در چند روز این آمار به چند میلیون نفر رسیده. خب دوستان، بی معطلی بریم سراغ آموزش این ایردراپ معتبر. از طریق لینک وارد میشیم. لینکش هم گذاشتم تو دیسکریپشن توضیحات ویدیو. اگه دوست داشتین از طریق همین لینک وارد ربات بشین. ربات رو لانچ میکنیم. گزینه استارت اپ رو میزنیم. اینم بهتون بگم که با فیلتر شکن وارد بشید. بدون فیلتر شکن با پروکسی تلگرام نمیاره. دوستان، اینجا یک ایمیلی که برای خودتونه، یک ایمیل فعال رو میفرستیم و گزینه کانتینیو رو میزنیم. بعد تایید شدن ایمیل وارد ربات میشیم. از لحاظ شباهت به نات کوین شباهت داره و تعداد توکنایی که میده نسبت به نات کوین کمتره، اما با ارزش تر. با زدن انگشت خودتون روی سکه وسطی شما توکن به دست میارین. فقط و فقط با یک انگشت کار میکنه. خب من 83 تا توکن جمع کردم. مر رو میزنم. الان 83 تا CXP دارم. 917 تا مونده. خب با هم بریم سراغ بخش تسک ها. دوستان، تسک ها یک سری کارهایی هستن که در ازای انجام اون کارا توکن خودش رو بهتون جایزه میده. اولین گزینه‌ای که اینجا تو تسک ها هست ریجستر CXP گفته اگه تو صرافی من ثبت نام بکنی یه کدی رو واسه ایمیل شما میفرسته و این کد رو اینجا وارد میکنید که البته باگ داره و خطا میده. گزینه های بعدی گفته آقا یه نفر رو دعوت کن، 5 نفر رو دعوت کن، 10 نفر رو دعوت کن، 20 نفر رو دعوت کن. در ازای این که مثلا 50 نفر رو دعوت کنی به 200,000 تا CXP میدم. یا برای مثال بهت میگه که کانال تلگرام من جوین شو، این تعداد توکن رو بهت پاداش میدم. به هر حال دوستان، تسکای آسونیه. اصلا لازم نیست که توییتر یا لینکدین داشته باشید. به هر حال صفحه وب رو باز کنید، ببندید، بیاید گزینه چکو بزنید. بعد 30 ثانیه 1 دقیقه پاداشتون رو میتونید بگیرید. و اینجا گفته مثلا ریتوییت بزن. اصلا لازم نیست این چیزا. بخش بعدی بخش فارمینگ. شما میتونید اینجا به صورت ساعتی توکناش رو استخراج کنید. این گزینه استارت فارمینگ ایریا رو میزنید و بعد 4 ساعت تقریبا 500 تا 400 تا 700 تا گاهی واسهتون جمع میکنه. و گزینه بعدی هم گزینه اسکوات تیم. شما اون نفراتی که دعوت میکنید درصدی رو به عنوان پاداش بهتون میده. یعنی کسایی رو که دعوت میکنید هرچه تیمتون اسکواتتون فعالتر باشه شما یک درصدی پاداش میگیرید. به هر حال ایردراپ معتبریه. بهتون پیشنهاد میکنم که این ایردراپ رو از دست ندین. قطعا توکناش در آینده لیست خواهد شد و اینکه درست نسبت به همجنس کمبت و تپ سواب تعداد توکن‌های کمتری میده، اما پشتوانش یک صرافی خیلی بزرگه. شما به صورت ساعتی میتونید از بخش تب و بخش فارمینگ توکن‌های خودتون رو جمع آوری کنید و از طریق بخش اسکوات حالا 10% بونوس بهتون میده. دوستان، اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً با لایک ویدیو از ما حمایت کنید. من آموزش و اخبار ایردراپ‌های جدید رو واسهتون میذارم. ممنون که تا آخر این ویدیو با من بودید.